خب یک فال به من بگی، من میخوایم برم پایین لایک میکنم، مزاحم نمیشم. خب چند ساله هستین؟ کجا ساکن هستین؟ فال بیشتر برای خود گفتم 25. 25 سال هستین. کجا ساکن هستین؟ آلمان. آمبورگ. کدوم شهر؟ آمبورگ. خب بسم الله. چشماتان رو محکم ببندین، محکم که بستین بگیم آج آقا محکم بستم باز کنم یا نه، نیت کنین در همین که میبندین. محکم چشماتو فشار بده بانوی محترم. محکم بستم. آج آقا نیت کردم. فشار بده چشماتو یک ذره دیگه. فشار دادم. آرام باز کنین چشمانتان رو. باز کردم. مرسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دانه تسبیح بنده تاق بیاید به فال نیکتان رسیدین، اگر جفت بیاد خیر، اگر جفت یا تاق بیاد هر از دانه تسبیح بنده یک فتوای داره. شنونده تا آخر این فال عزیزمان باشی. چشم. ساناز خوش اومدی. بسم الله الرحمن یا الله. بسم الله یا الله. سبز. اوکی. دانه تسبیح سید تاق اومد. شما به فال نیکتان میرسین، ولی شما در واقع به آرامگاه ما باید به هامبورگ بیاین. یک بار بعد بیاین، من باید سر شما بخوانم و یک دانه در زبان افغانستانی تومار تاشتی. میفهمید تومار تاشتی چی میشه؟ یک چشم بنده که به شما باید بدم. از کجا افغانستان هستین؟ با همون زبان با شما صحبت کنم. کابل. از کابل هستی. خب سعی کنید شما چشم نظریات باید در جانتان باشه. یک چشم نظریات بخشتان نوشته میکنم. امی چشم نظریات بعد بیاین در آرامگاه، او چشم نظریات بعد بگیرین در جیب، در کیف پولیتان یا بعد باشه یا بعد در بازویتان بسته باشه. شما چشم خوردین، تقدیرتان بسته شده، طالعتان بسته شده، هیچ کسی به سمت شما نگاه نمیکنه. هر کس بغل شما تیر میشه سرش میندازه پایین میگه خدا این مرا سعی نکنه. شما چشم بندک شدین، شما را بند کرده، کل جای شما را بند کرده در واقع. بله بانه محترم. تشکر آج آقا. خب پس مرا فالو کنیم، منم شما رو من فالو دارم. چشم بندک هستین که من چیز شما رو بندک شما رو باز میکنم، بس شما زندگی طالعتون او را که به شما نوشته میکنم که به شما اول من به شما که من بند کردم در آرامگاه من، امور در بازویتان میبندم یا امور ایتو بسته میکنید در کیفتان میمونید، طالعتون باز میشه، زندگیتون سر کل چیزتون باز میشه. تشکر آج آقا. چشم. چشمت با خدا. یا الله بیا در آغوش اسلام بچه. یا الله.